سلام بچه، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با داستانهای ترسناک. امیدوارم خوشتون بیاد و بریم سراغ ویدیو. داستان اول. من اکثر روزا رو به حموم عمومی میرفتم و چون خیلی شلوغ میشد من تصمیم گرفتم خیلی زودتر و آفتاب نزده به حموم برم که شلوغ نشده حموممو بکنم. اون روز هم مثل بقیه روزا اینقدر زود رفته بودم حموم که دلاک حموم هنوز خواب بود و کل چراغای حمومم خاموش بود. بهم تذکر داده بود که اومدی منو بیدار نکن. منم خیلی آروم رفتم دنبال کار خودم و یه سری دیدم یه آقایی توی حموم با ظاهری کوچیک و صورتی پر از مو داره خودشو میشوره و منم که تا حالا کسی جز خودمو توی اون ساعت ندیده بودم سلام کردم و شروع کردیم به صحبت کردن و ازش خواستم تا پشتم و کیسه بکشه و چون قدش کوتاه بود باید روی جایی می نشستم که دستش برسه. نشستم روی نیمکتی که توی حموم بود و اونم شروع کرد به کیسه کشیدن و حرف زدن. خیلی گرم صحبت شده بودیم که سرمو خم کردم تا پشتم راحت کیسه بکشه، ولی یه دفعه چیزی دیدم که همه ازش حرف می زدن و من به چشم ندیده بودم. اون آدم به جای پا سم داشت، عرق سردی روی بدنم بود و بدنم میلرزید و بهم گفت چرا میلرزی؟ که منم بهش گفتم خیلی سرده. انگار نه انگار که فهمیده بودم این همه مدت با جن داشتم صحبت میکردم. بدون اینکه نشون بدم ترسیدم آب گرفتم به خودم و ازش خداحافظی کردم و از حموم رفتم بیرون و مثل همیشه پول رو گذاشتم روی میز حمومی و با کسانی که بهشون اعتماد داشتم صحبت کردم و همشون گفتن درسته تو دیدیش و زیاد خودتو نگران نکن. اما از اون به بعد دیگه اون مرد رو ندیدم. الان که به سن 80 سالگی رسیدم با خودم میگم چقدر دل و جرأت داشتم که بازم بعد از اون جریان به حموم میرفتم.